سلام. من قرار شده چند روز پیش شما بمونم. وای بدبخت شدم. بچه ها من میرم سر کار، مواظب باشید. باش خدافظ. خدافظ. حالا چیکار کنیم؟ حوصله‌ام سر رفته. من چه بدونم چیکار کنیم؟ برو بابا. ببین مثلا یه کار پرهیجان میخوام بکنم. تو ایده ای نداری؟ آها یه ایده ای دارم. چه ایده ای؟ گوشیتو بذار تو حالت پرواز. خب بعد از پنجره پرتش کن پایین. اینطوری میشکنه که؟ نه نمیشکنه، من هر روز پرت میکنم پایین گوشم. پس چی میشه؟ اسمش روشه دیگه، حالت پرواز میکنه میاد. باشه بریم بکنیم. الان 2 ساعت پرت کردم چرا نمیاد؟ طول میکشه دیگه. خب باشه. پس چی شد؟ نترس یکم دیگه میاد دیگه. سلام. سلام بابا. سلام عمو. گوشی توه؟ آره مال منه. کجا بود؟ تو کوچه. چی؟ تو کوچه؟ ولی محمد گفت پرواز میکنه. محمد گفت دارم واسط وایسا. نه بابا این دروغ میگه، من نگفتم. نامرد ازش شکایت میکنم. آخه نامرد واسه یه گوشی. آره واسه یه گوشی. نظم جلسه رو به هم نزنید. چشم. چشم. شاکی آقای بچه فامیل زاده. بله. متهم آقای محمدزاده. بله. شاکی توضیح بده. این محمد نباید با من این کار میکرد، من مهمون بودم، فقط میخواستم حوصلم سر نره همین. خب بعد چی شد؟ بعد از محمد پرسیدم چی کار کنیم، گفت گوشیتو پرت کن پایین. اون گفت تو چرا پرت کردی گوشیتو؟ آخه آقای قاضی گفت تو حالت پرواز چیش نمیشه. آقای قاضی این داره دروغ میگه، خودش گوشیشو پرت کرده پایین، انداخته تقصیر من. این دروغ میگه، من دارم راستشو میگم. خیلی خب دیگه بسه، برید بیرون صداتون میکنیم ما. چشم آقای قاضی. چشم ممنونم. حکم نهایی صادر شد. حالا میری زندان. حرف نزن بابا. آقای محمدزاده باید نصف مبلغ گوشی رو پرداخت کنی. این نامردیه. ساکت شو. و آقای بچه فامیل زاده 3 ماه حبس به همراه 20 میلیون جریمه نقدی. آقای قاضی من شاکیم، من چرا؟ خب آدم بشی.